چهارشنبه 30 مهر ماه 1404. فغان که سرگذشت ما سرود بی اعتقاد سربازان تو بود که از فتح قلعه روسبیان باز می آمدند. باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد که مادران سیاهپوش داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد هنوز از سجاده ها سر بر نگرفتند. احمد شاملو. زیباترین ایام را برای همگان آرزومندم. بدرود.